حضرت مولانا جامی میگه عرصه لا اله دریایی است که فزون از ده کون پهنایی است، نیست در کارگاه کن فیکون هیچ نقش زی موج او بیرون. انمی عرصه لا اله الا الله محمد رسول الله یک دریا است، یک بحر است. پهنه بحر برابری 7 آسمان و 7 زمین است. در کارگاه کن فیکون خدا، در عالم موجودات خدای تعالی هیچ نقش از لا اله الا الله بیرون نیست، همش در دنیا دریا و بحرن. لا که آمد نهنگ این دریا، چون که شاید دهان نهنگ آسا، گرچه باشد ز کثرت اعیان، در فضای وجود 100 طوفان، آنچنان در کشد به کام فنا، که نماند نمی از آن پیدا. اکن نهنگ این دریا این بحر انمی لا اله الا الله. وقتی که این دهنش باز میکنه میگه مثل نهنگ، اگر چند در روی زمین اشیاهایی که خدا خلق کرده است به نهایت زیاد است، همه را فرو میکشه، یگان قطره آب یک نمی نمیمونه، همه را در خود فرو میبره. سالک راه را که نوح نهاد، کرد تنزیه واحد از اعداد، فرض گردد تیمم آوردن، روی بر خاک نیستی کردن. علم سالک راه، صوفی راه که مثل حضرت نوح فقط عاشق وجود خدا هست، عاشق ذات خدا هست، غیر خدا فکر ذکر نداره. وقتی این لا را میبینه خاک میشود دیگه، آخی بیچاره دنیا را میبینه همه خاکی خنکن، برای او را دیگه تیمم فرض میشود. تیمم یعنی که به خاک یکسان شدن، گم کردن انم منیت، انم تکبر و غرور. چون کنی ورد خیش بیگه و گاه، گفتن لا اله الا الله، پرتوی نور حق ظهور کند، ظلمتی هستی از تو دور کند. وقتی که بیگه گاه همیشه ذکر در زبانت باشه، با ذکر لا اله الا الله مشغول باشی، پرتوی نور حق میگه تمام وجود میگیره. این وجود خاکی تو وجود آسمانی میشود دیگه، این بدن خاکی را فراموش میکنی. پیش چشم شهود تو مطلق، هیچ ناید با جز هویت حق. در این صورت به هر چیزی ببینی تجلی نوری خدا را میبینی، همه گم میشود، همه نیست میشود. برای همون لا اله الا همه را فرو برده است. بشنود گوش جانت از هر سو، لا هو فی الوجود الا هو. بعد در همین گوش جانت فقط همین صدا میاد، لا هو فی الوجود الا هو. با خدا غیر خدا در ده جهان چیزی نیست. فهمیدی که وحدتی وجود چی بوده است؟ بسیار مرکب است، نه که گمان